خب درود دوستان، آریکسمر هستم. اولین تورنمنت داخلیه با بچه های گپمون. بین 3 تا تیم آغاز شده. تیما رو خودمون چیدیم و کسی آشنا به قولن یا دوست و رفیق نیست. بر اساس هایستشون چیدیم. داخل هر تیم هم هایست بالا هست هم هایست پایین، جوری که بالانس بشه. اولین بازی رو میبینیم که بنری رو دادن به تیم آبی، میگیم تیم A که دیگه حالا بدونیم کدوم تیم بوده، و تیم قرمز هم تیم B. در روز فرست بندشون بوده و آنجلا هم تیم B فرست بند. حالی هم بند دادن. اوکی. خب سانو بند میدن. اوکی. بند سوم و بعد از اونم پیک اول ایمن خودمون بند میشه. زاناکس باید بند بده. فکر کنم دارم هم فکری میکنم با هم دیگه. بله، هانابی. خب فرست پیک تیم A. ببینیم چی میخوان، شو بدن یا سواب میکنن یا چی. منتظرشون هستیم، دارن هم فکری میکنن. چهار ثانیه. 3 2 فکر کنم دیسکانکت بود. بلریک. پیک جانگلر پیکسبورگ. حسین نه، زاناکس میده بالا. خب هیلدا از این سمت هم کلینت شوه و رافائلا. منتظرشون هستیم و یا عوضشون میکنن یا چی. همچنان هم فکری میکنن. اوکی، نانا پیک شد. نانا، بلریک و لسلی. دست خوش. فکر کنم اینجوری میخوان کانتر تو کانتر کنن اگه اشتباه نکنم، یا به استیروشونه، بازم مطمئن نیست. ولی خب مارکسمن تیم ای قانونا کلینت میکشید. برونو مارکسمن تیم بیه. پیک 4 تیم بیه داریم. علی اصغر 51. 7 ثانیه. بند بود. اوکی، بند رافائلا. اصلا حواسم به این نبود که بند وسط پیک دادنم. بند تیم A، تیم بلو. تایم سیپ. چی میخوای بند بدی؟ 8 ثانیه. ایدورا. اوکی، ایدورا بند شد بدون هیچ کم و کاستی. استرسو بند دادن. لست بند تیم ایو داریم. تیلا، ببینیم چی میخواد بند بده. منتظرشون هستیم. 8 ثانیه. 7 6 چنجی. اوکی. پیک 4 تیم بی. علی اصغر. Come on man. سیلوانا میتونه پیک خوبی باشه یا نه.
سیلوانا ایکس پی کاری سخت میشه الان چون ایکس پی بر هنوز شو نداده. اوکی ساپورتر و تانک داخل بازیشون دارن. بلری کنی ایکس پیه جلوی سیلوانا و فلورین کشید. این طرف هم هانزو میخواد پیک بده ولی فکر نکنم دووم بیاره تو فایت. توی تورنمنت ها معمولا اینجوری که تیم فایت های عجیبی میدن. اوکی این هم کارش سخته. فکر کنم فقط توی بیسش میتونه نهایتش به رنو رو ببره یا سیلوانایی که دوشو زده باشه. پیک آخر تیم بی سورنا و وکسنا رو انتخاب کرد. بریم برای شروع مچ شده که بازی جذابی داشته باشیم. پیکاشون بد نبوده تا الان ولی حس میکنم این یکم اذیت میشه. البته که فایترشون هم تانک یعنی لاین ایکس پی تانک. این لزلی فلورین بلریک و نانا از این طرف هم ایکسبورگ برونو سیلوانا وکسانا و هیلدا. هیلدا اسم میکنم خیلی این بازی قرار اذیت کنه. هم جانگلرشون هم ماکسمن و میج تیمشون. ساپورت که اگه جلو بازی کنه قطعا یوزلس هم نبود. ببینیم که چه خواهد شد. خب بازی آغاز میشه. کامرا روی سپ هستش. هم سپ جانگلره. تیم ای نانا جوینش میده برای کاور. بلیک هنوز نیومده بود. فکر کنم نوسان پینگی دارن. خب لزلیا تو لاین میبینیم. منتظر یونیت و شو از سمت انمی هستن. بلریک حس میکنم کامل دی سی هستن. پینگش خیلی بده. ایکسبورگ بافشو زد. باف بلو رو میزنه. این طرف هم ماکسمنو توی جانگل خف کردن برای هم دیگه. خبری از رومرها هم نیست. نانا رو میبینیم توی مینی مپ داره جوین میده. تیم بی تیم قرمز چسبیده به هم بازی میکنن و ریموور جانگل و مید لینشون. توی مینی مپ خب شو دادن تیم آبی خودمون و وکسانا رو میبینیم که رفته سمتشون و کاورشون میده. خب فلورین فرش میزنه همین الان. این هنوز بافو نزده. ایکسبورگ هم کمکی داره. اکسکیوت شد. دست خوش بلریک اکسکیوت داد. واقعا پینگش بده. تیلا رو میبینیم رومرشون یه اسام میزنه روی هیلدا. حالا برونو اضاف میشه. یه شات میزنن. فلورین لایف میکنه. هیلدا همچنان خف بازی میکنه. اونجا این کیو برد داخل بیس؟ ایکسبورگ برد. جدال دو تیم واقعا حساسه. خب این نتونست بزنه. ایکسبورگ لو اچ پیه. از این طرف هیلدا فرست بلاد رو میگیره. نانا فرست بلاد رو گرفت. ایکسبورگ و این با چه اچ پی هایی در رفتن. فلورین و از این طرف هم نانا دنبال وکسنا. لولاشون کلن تو در و دیواره. فلورین لایف رو میرسونه. ایکسبورگ روی فارم. برونو هم ولی لو اچ پی. فکرم لزلی خیلی اذیتش کرد. اوه چه دمیجایی داره میده وکسانا. ایکسبورگ روی ترتله همراه سیلوانا یارش. این همچنان داره باف میزنه. اصلا براش مهم نبود که ترتل هست. خب الان جلو میفتن گلدو. ایکسبورگ رو میبینیم پسیو نانا میپره و تمام. تا اینجای کار این میرسه. آیا لولش اشتباه زد بردش تو بیس. بله اینم ایکسبورگ رو زد. انگار که پیک خوبی بوده. بالا لزلی لو اچ پی تک و تنها هم هست و بله هیلدا اونو کیل میکنه. 8000 گل و 7000 گل تیم قرمز بالاتره. فلوری ببینیم تاور رو میتونه نگهدار گلدو خالی نکنن. خب
بک میدن جفت رومرهای تیم. این توی فارم، سیلوانا هم اونجا داره فارم این طرف مپ رو میزنه. کلیر لین میکنن و جوین میدن تیم قرمز. حالا هیلدا لولش رو خالی میکنه. وکسنو چقدر ترو دمیج داره میده. فرشو میزنه، نانا اولتش رو میندازه. فلورین هم اولت کرد. سیلوانا زد، بله بلریکو. حالا این میبردش توی بیس. اون طرف لزلیه و ایکس بورگ رفتوش. این برم این سیلوانا رو زد. وکساندا با فلیکر میاد، لولاشو خالی میکنه روی فلورین، ولی تقریبا 50% اچ پیش موند. نانا داره لین خالی میکنه و این توی بافش. هنوز تهاجمی شروع نکردن، حس میکنم بسنده به فارم هستن و جایی که بتونن گنگ کنن. هیلال برمیگره روی نانا، لولشو خالی میکنه. چقدر دمیج سنگین وکسانا. یه فیلم شات، لولش هم نخورد وکسانا. لزلی جوین داده. هیلا چقدر داره تمیز بازی میکنه، توی همه فایت ها هست. این اضافه میشه و هیلا رو میبره. لزلی اولت میکنه روی وکسانا و تمام. از اسلایر این نتونستن از هیلا رو بزنه. اونجا لزلی دابل زد، کیلشو دزدید. فلورین همچنان داره تاور نگه می‌داره، ببینیم میتونه. نه، تاور گلدین تیم آبی میفته. اون طرف هم هیلدا آیتم خرید که به اصطلاحش میگه وان بی وان پلید آف هفسیز. خب این تاور از دست رفته رو جبران میکنن یا نه. وکسانا هم اضافه شد، ولتشو خالی میکنه. نانا هم میشه، نانا ولتشو برعکس میزنه، دستخوش. برونا هم اونجا یه ولتی زد، ولی خب تأثیری نداشت. هیلا اضافه شده، این میاد ببره توی بیس. دوباره هیلا رو میبره. اونی میزنتش یا نه. نه نمیتونه، احتمالش هست بخوره. اومدن بیرون، یین در میره. هیلدا هم لوشبی در میره. ایکس بورگ رسید بهش، دست خوش. ایکس بورگ هم اونجا هم لزلی داد به برونو. کریتیکال تیلا. لزلی بازلی اومد. یه تاوری که از دست دادن خیلی داره از همونجا فشار میرن. نانا هم لو اچ پی اولت میکنه روی یونیکس. وکسانا به دنبالشون میره. واقعا داره تروهای سنگین خالی میکنه وکسانا. از زوایای مختلف هم میبینیمش. حالا فلورین ایکس بورگو در صحنه میبینی که بدجور توی تیم فایت ها جون میده و واقعا نقش جانگلر اساسی رو داره بازی میکنه. سریع میرسه و حالا این صحنه تمام اولتا خالی میشن. بلریک تمام به ثانیه نکشید تانک ایکس بیشون افتاد. تاور وسطشون هم رفته. تیم نبود کم عقب تر دارن بازی میکنن. ایکس بورگ نانا میشه، لزلی شات میزنه. این ایکس بورگ رو برد. اولت ایکس بورگ خالی شد، فکر نکنم بزنتش، ولی بیاد بیرون نانا میشه قطعا. اونجا چه فایت سنگینی یه لحظه اتفاق افتاد. باف بلو تیم آبی رو میگیرن. هیلدا سم داره بازی میکنه، دقت کنید تو تمام تیم فایت ها بوده. ببینیم ترتل بعدی رو میگیرن. ایچ پی ها تقریبا لوه ولی کسی نیست که بره سراغشون. هیلدا رو میبینید داره لایف میشه توی فارما. برونا داره فارم میکنه. وکسانا جلو بازی میکنه که اونجا رو سریعتر خالی کنه. برونا بهش اضافه میشه. خب نانا و یین یه ویژنی گرفتن و بک دادن. اسم میکنم واقعا ساپورتر نمیخواستن، یا کسی میخواستن که بتونه حداقل لاین ایکس پی رو جوری نگه داره که فارم هم کرده باشه، یعنی بتونه جوین بده. هیلدا میاد روی باف رد یین. یه استون از وکسانا. بافو گرفتن یا خود یین گرفت؟ نه، بافو خود یین میگیره. ایچ پی بلریک تقریبا لوه و اسکار میزنه تو سرش. از اون ور نانا پسیبش از دست میده. این همچنان لو اچ پی. لزلی یه شاتی میزنه، اولت میکنه ولی جوابگو نیست. دست خوش فلیکر کرد، ولی خب هیلا اونجا حواسش بود.
لزلی ببینیم میتونه شاتاش داره سنگین میشن تقریبا دیگه. الان تو این وضعیت از بازی مینه 8 بازی لزلی هم داره شاتاش سنگین میشه. قشنگ بود، خیلی حرکتش تمیز بود. میدونست هیلدا وای میسته جلوش، سری فلیکر کرد. خب اینجا برای باف بلوی باف بلوی تیم آبی رو میگیرن. باف زیر پای ایکس بورگه. ایکس بورگ اولت میکنه روی لزلی و بله میفته لزلی. این ایکس بورگ رو برد داخل بیس. آنخ داره. فایت سنگین بیرون از رینگ یین رو میبینیم. اسانو و ترو دمیج ها رو ببینید از سمت تیم رد. عجیب غریب دارن لول خالی میکنن سر این. یه تقریبا امیدی به تیم آبی نیست. برونو رو میبینید دمیج های سنگینش به فلورین و تمام. با 3 شات فلورین رو انداخت. وین 9 بازی 15-6. تاورا تقریبا از تیم بلو جمع شده. یه تاور هم ننداخته تیم بلو. لول های سنگین وکسانا خیلی داره اذیتشون میکنه، مخصوصا بلریک رسما ذوب میشه. رفتم برای لرد که قطعا میگیرنش چون جانگلرشون نیست و تمام. ایکسبورگ میگیره لرد اول رو. این وکسانا رو برد، سری فلیکر که ولی اشتباه بود. بله وکسانا میفته. شات داون هم فکر نکنم داده باشه چون مدام توی بازی اسیست میگرفت. اونجا هیلدا فشار سنگین روی لزلی. لول 2 شو میزنه لزلی. نتونست هیلدا بندازتش. نانا هم که کلن اولتاش دایو در و دیوار میزنه. ایکسبورگ آیسون میاره، قرار خیلی اصلشون کنه. این اونجا ببینین نتونست بافو بگیره و بافو برونو ازش بافید. ایکسبورگ ببینیم اولتشو میزنه درست یا چی. لزلی اوه چه شات سنگینی میده. کریتیکال و کریت چانس برونو اومد آیتمش. تقریبا میخوان هولد کنن برای لرد تیم رد که نرسه، که قانونا میرسه، احتمالش هست تا برم بزن اونجا. یه فایت سنگین بلریک تمام ذوب شد دیگه. واقعا بلریک تانک نیست، بلریک گوشته. خب این طرف اکسانا تونست تاور رو بندازه با کمک لرد و هم تیمیاش. این ببینیم میرسه ببره تو بیس. لو اچ پی بردش. ایکسبورگ اولتش رو زد، کار تمومه. با لرد اول جمع میشه تیم آبی. خب از اونجایی که این تورنمنت با 3 تا تیم شروع شده، تیم بازنده حق امتیاز یه بازی دیگه داره اگر ببره صعود میکنه، یعنی یه پوانی داره حالا بالاخره.